ماه شعبان ماهی است که مردم از آن غافل هستند. بین رجب و رمضان مردم به فکر رمضان هستند، برای رمضان آمادگی میکنند، اما از این ماه غافل میشن. و این در حالی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده در ماه شعبان اعمال بندگان، پرونده اعمال ما به آسمان برده میشه و به الله متعال عرضه میشه. به همین خاطر حضرت صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان بیشتر از هر ماهی روزه می گرفتند و فرمودند که من دوست دارم که پرونده اعمالم در حالی به الله عرضه بشه که من روزه هستم. سبحان الله، این محمد مصطفی گناه اول و آخرش الله بخشیده، بازم حریص است که اعمالش به آسمان بره در حالی که روزه هست. حساب خودمون رو بکنیم، خودمون رو محاسبه بکنیم. ما که این همه گناهکار و خطاکار هستیم، آیا شایسته نیست که ما بیشتر به فکر خودمون باشیم و سعی بکنیم با روزه گرفتن این خطاهای گذشته خودمون را به گونه‌ای محو بکنیم و الله متعال ما را مورد عفو و مغفرت قرار بده. پس در این ماه شعبان سعی بکنیم بیشتر روزهاش، دوشنبه، پنجشنبه، روزه ایام البیض و بقیه روزهاش هر کی میتونه روزه بگیره و سهمی از روزه بیشتر از ماهای دیگه داشته باشه و از غافلین نباشیم. بیشتر مردم غافل هستند، ما از زمره غافلان نباشیم. اعمال ما بالا میره، به الله متعال عرضه میشه در حالی که خودش از حال ما آگاست. با خودمون محاسبه بکنیم که چه اعمالی ما داریم به آسمان میفرستیم. آیا گناه و معصیت و نافرمانی الله هست، رقص در عروسی ها و دیجی آوردن و بزن و بکوب و این همه گناه های علنی هست، یا تقوا و عبادت الهی هست، روزه و نماز و قرآن و ذکر؟ چه چیزی داریم به آسمان میفرستیم؟ خودمون رو محاسبه بکنیم در این ماه که مقدمه ماه رمضان هست. برای رمضان آمادگی بکنیم و از گناهانی که داریم و همه گناهکار هستیم دست بکشیم و با روزه گرفتن سعی بکنیم روح روان خودمون رو حداقل صیقلی بدهیم تا بهتر به استقبال رمضان برویم.